ناصری هستم، مدیر خدمات پس از فروش شرکت رادیس. شاید براتون پیش اومده باشه که بخواین فقط گوشی یا لپتاپ یا دستگاه شما به مودم متصل بشه و هیچ کس دیگه اجازه اتصال به مودم رو نداشته باشه. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطور این کار رو انجام بدین. هر دستگاهی، چه گوشی، چه موبایل، چه لپتاپ، یه شناسه منحصر به فرد به اسم مک آدرس داره. کافیه اون رو پیدا کنید و داخل مودم واردش کنید و تمام. اگر گوشیتون اندروید هستش، توی ستینگ یا تنظیمات وارد اباوت فون بشین. گزینه آل اسپکس رو پیدا کنید و واردش بشین. توی قسمت استاتوس یه گزینه دارید به اسم دیوایس وای فای مک آدرس، همونیه که میخواین. اگر از iOS استفاده میکنین، توی ستینگ قسمت جنرال اباوت رو که بزنین، یه گزینه دارین WLAN آدرس، همون مک آدرسیه که میخواین. حالا نوبت تنظیمات مودم یوگا لینک هستش. وارد تنظیمات مودم که بشین، توی منوهای بالای صفحه ادوانس ستینگ رو بزنین، گزینه سکیوریتی ستینگ رو انتخاب کنید و وارد قسمت بلک لیست وایت لیست بشین. یه گزینه دارین قسمت اد رو که بزنید، همون مک آدرسی رو که بهتون یاد دادم پیدا کنید رو وارد کنید و سیو رو بزنین. اگر هم یه زمانی خواستید که اونو برش دارین، توی همین گزینه قسمت ریموو رو انتخاب میکنید و برش میدارید. واسه پیدا کردن مک آدرس لپتاپ یا کامپیوتر از یه دستور یا کامند استفاده میشه. میدونین چیه؟ برامون کامنت کنید.